خطیبی که واقعا عقیده را بفهمه که 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه فقط درس عقیده میداد، باز این خطیب 99 جمعه را در 99 نام الله تخصیص میده. یک جمعه الله را معرفی میکنه، یک جمعه الرحمن برای مردم تشریح میکنه، یک جمعه الرحیم تشریح میکنه، یک جمعه المجیب تشریح میکنه، یک جمعه الرقیب القیوم که اسماء الله الحسنا هست. این در هر جمعه که برای مقتدیای خود تشریح کنه، پس مقتدیش میفهمه که اوه این ذات با عظمت است که باید در هر مشکل به او رجوع بکنیم. اله مع الله، آیا امرای الله دیگه الهایی هست؟ اما اگر تشریح نکرد، من یک روز در صنف در پوهنتون بودم، سر از این مشکل عقیده گپ میزدیم. گفتم کی میتونه برای ما یک 10 دقیقه درباره شخصیت حسین رضی الله تعالی عنه گپ بزنه؟ 10 نفر محصل دست خدا بالا کرد، گفت استاد ما 10 دقیقه درباره حسین رضی الله تعالی عنه برات معلومات میدیم. آفرین. کی میتونه درباره فلانی شخصیت سیاسی 10 دقیقه گپ بزنه؟ یکی گفت ما گپ میزنم، دیگه گفت ما گپ میزنم، دیگه گفت. کی میتونه 10 دقیقه درباره فلانی زیارت گپ بزنه؟ همین زیارت هایی که در کابل است. یکیش گفت ما صاحب گپ میزنم، دیگه گفت ما گپ میزنم. گفتم کی میتونه که درباره صفت رقیب الله 2 دقیقه گپ بزنه؟ متوجه شدی؟ هیچ کس دست خدا بالا نکرد. کی میتونه 2 دقیقه درباره یکی از اسماء الله الحسنا القیوم است؟ کی میتونه گپ بزنه؟ کلی خاموش. اینه گفتم دیدین مشکل کجا هست؟ ما اسماء الله الحسنا که جز عقیده ماست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اللهم انی اسألک باسمائک الحسنا و ما تو معنای ریاض نداره. این حالا چون مخلوق گفته شد در نظر از این انسان ها چی زیاد بزرگ جلوه کرد؟ مخلوق. و خالق هیچ درباره‌اش گپ زده نمیشه.